سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی دایرکت کلی از من خواسته بودید که یک استراتژی ساده بر اساس کندل ها بهتون معرفی کنم. ما مثل همیشه اطاعت هم میکنیم، ولی قبل از گفتن استراتژی بچه‌ها یه نکته هست که باید بهش توجه کنید و اونم اینه که قطعا یک سری استراتژی به دست شما رسیده یا حالا از کسی یاد گرفتید که سوده بوده، ولی شما در اجرای اون استراتژی به مشکل خوردید و برآیند شما ضررده شده. حالا سوال اینجاست که چرا استراتژی که درسته، چرا وقتی من اجراش میکنم برآیند من ضررده میشه؟ مشکل از اونجایی به وجود میاد که بچه شما ایمان کافی برای اجرای اون استراتژی رو ندارید. یعنی یک کسی اومده به شما یک چیزی رو گفته و شما 2 بار 3 بار 10 بار روی مارکت اجراش کردید، حالا تو لایو مارکت از قضا اشتباه اجرا کردید یا دستکاری کردید اون استراتژی رو و جواب نداده اونجا و با خودتون فکر میکنید که ای پس این استراتژی اشتباهه یا غلطه یا مشکل داره، در صورتی که بچه چیزی که مشکل داره میزان ایمان شما نسبت به اون استراتژی. پس اولین کاری که باید بکنید اینه که هر استراتژی که هر فردی به شما معرفی کرد بچه‌ها، شما باید بیاید اونو بک تست کنید. حداقل 50 تا 100 تا باید بیاید اونو بک تست کنید. بعد اگر دید با روحیات شما میخونه، اوکی هستش، نسبت ریسک ریواردش به درد شما میخوره، برآیندتون رو سود نمیکنه، اونو توی استاتاپ معاملاتیتون داشته باشید. اگر دید نه به درد شما نمیخوره، خیلی راحت میتونید حذفش کنید. بریم روی چارت. خب اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها. چند تا نکته است که من در مورد این قضیه نوشتم که باهاتون در میون بذارم. اولین چیز، مارکت حتما باید در ترند باشه بچه‌ها. مارکت در ترند باشه، ببخشید من یه معامله باز داشتم. خب مارکت باید در ترند باشه. یعنی چی؟ یعنی ترند رو اینجا ما جهت معنی میکنیم دیگه، همونطور که حالا همتون میدونید این میشه ترند، ولی باید بیایم ترند رو برای خودمون باز کنیم. ترند اینجا یعنی 2 تا 4 کندل قوی در یک جهت. بچه ببخشید من یک معامله باز دارم، من اینو یک مدیریت بکنم. خب حالا وسط صحبتمون همونطور که دارید میبینید من اینجا یک معامله باز بر اساس همین استراتژی داشتم که تقریبا اینجا 4 تا و اینجا 4 تا، یعنی تی پی یکشو داده، من باید معامله‌مو ریسک فری کنم، یعنی این بیاد اینجا. حالا اگر تی پی منو بده اونجاست، اگرم نده که خب فول مراد، اصلا مسئله ای نیست، ما داستانی که باید و درست اجرا کردیم. خب بریم سراغ کار خودمون. پس شد مارکت در ترند باشه یعنی 2 یا 4 کندل قوی در یک جهت. بعد از اینکه این اتفاق افتاد چیکار میکنیم؟ میایم اولین پول بک رو ریسک میکنیم. پول بک چیه بچه‌ها؟ وقتی یک سطحی شکسته میشه برمیگردیم به اون سطح، میشه پول بک برای ما. بعد از اون حالا این پول بک رو کجا ریسک میکنیم؟ روی نزدیکترین اوپن کلوز بچه‌ها. اوپن کلوز ها کدوم میشن؟ اینا. 2 تا کندل کنار هم بیفته. ترجیحاً بچه‌ها سایز کندل ها اندازه هم باشه، خیلی با هم دیگه سایزشون مختلف نباشه، با اوپن کلوزش هم نزدیک هم باشه، دور نیفته از هم دیگه. مثلا اینجا خیلی مناسب نیست، من اینو نمیگیرم. و چند تا هم نزدیک هم نیفتن. موقعی که چند تا نزدیک هم بیفتن باعث گمراهی شما میشه. پس سعی کنید یه دونه یا 2 تا نهایتاً، حالا این ناحیه رو میشد گرفت 2 تا نزدیک هم افتادن، ولی بیشتر از 2 تا شد سعی کنید ریسک نکنید. حد محافظ شما میره قبل کندل اوپن کلوز، یعنی قبل از کندلی که اوپن کلوز رو شکونده. اینجا این کندل اومده این اوپن کلوز رو شکونده دیگه، پس حد محافظ شما میشه اینجا و حد ریسکتون هم یعنی ریسک به ریواردتون هم میشه 2-1. بریم چند تا بک تست روی این داستان ببینیم توی لایو مارکت. همونطور که میبینید من اینجا خودم اینو ریسک کردم. البته بچه‌ها این معامله من بر اساس استراتژی دیگه ای هم بود، تنها این استراتژی که الان دارم به شما میگم نیستش، پس حواستون باشه. خب من میام اینجا یک روندی رو میبینم به سمت بالا تشکیل شده، از اونجایی که قبل مارکت به سمت پایین بوده، پس من اینو ریسک نمی کنم. حواستون باشه بچه‌ها، جهت باید به اون سمتی باشه که شما میخواید معامله بگیرید. این اومده بالا، اینو زده، اوکی، دوباره برگشته پایین، کف جدید نداده. این یک سیگناله برای من که میتونه لگ دوم به سمت بالا بزنه. حالا من میام چیکار میکنم؟ منتظر میمونم، چون من که نمیتونم پیش بینی کنم، فقط نسبت به دیتا هایی که میگیرم تحلیل میکنم. میام اینجا وای میستم، میگم که آقا اوپن کلوزی داریم؟ میگم بله، یه دونه اینجا داریم، یه دونه اینجا داریم، دیگه این نداریم تو این جهت دیگه.
آیا این رونده که تشکیل شده روند قوی بوده؟ بله، 3-4 تا کندل خوبی داده و این اوپن کلوز رو شیکونده. اوکی. حالا وقتی به این اوپن کلوز برمیگرده در اولین پول بک، بچه خیلی مهمه این اولین پول بک، این دومین پول بک، اینو نباید بگیرید شما. در اولین پول بک من میام این معامله رو اینجا ریسک میکنم، ورودم همونجا، استاپم زیر کندلی که اوپن کلوزش مونده و یک معامله 2-1. همونطوری که میبینید وقتی تیپی شما رو میده مارکت شل میکنه. خب بریم این ور داستان. بچه من آلت آیا میزنم چون من همیشه چارت برعکس باید ببینم به سمت بالا، یعنی همیشه استایلم این شکلیه که مارکت بای باید ببینم، خیلی مارکت سلو نیستم. سلم میگیرم و تنها کاری که میکنم اینه که چارتمو برعکس میکنم که به جهت بالا ببینم. خب نگاه کنید حالا اینجا رو، من اومدم به سمت بالا رفتم، اومدم پایین. خب اینجایی که اومدم پایین اگر این اوپن کلوز میبینید 4 تا کندل قوی به سمت بالا زده شده، اگر این اوپن کلوز رد بشه و برگردیم بهش من اینو ریسک میکنم. خب نگاه کنید. خب با 4 تا کندل هم اینو شیکوندیم دیگه. کندلی که اینو شیکونده این کندل بوده، درسته؟ پس من میام روی همین داستان یک معامله شورت میذارم، استاپ هم میشه زیر همین و تیپی میشه 2-1 تقریبا میشه اینج. خب نگاه کنید خیلی کوچولو تیپی رو تاچ کرده و برگشته پایین. حتی بچه اگر اسل شما اینجا بخوره هیچ مسئله ای نیست، حواستون به این داستان باشه. و یک معامله اینجا به شما داده. دوباره من چارت رو برگردونم، بریم عقب‌تر چارت، دوباره چند تا بک تست کنیم. خب اینجا میبینید که من اینطوری بیارم که بهتر ببینید داستان. ببینید بچه اینجا مارکت رنجه، من اینجا رو نباید معامله کنم، حواستون باشه من حتما دنبال ترند باید باشم. حالا 1 لگ 2 لگ این اومده اینجا، درسته؟ میام چه کار میکنم؟ میگم اگر این لگ اینو نشکوند من وای میسم برای برگشتش. خب این کف جدید برای من نساخت، یه دونه اوپن کلوز اینجا برای من داده، این اوپن کلوز منه، درسته؟ من ادامهش میدم. اینجام که با قدرت و خوب این اوپن کلوز رو شیکونده، این کندلیه که من باید روش ریسک کنم. پس من معامله‌مو اینجا میکارم، استاپ هم میشه زیر این کندل، تیپی میشه اسپردو بچه حتما در نظر بگیرید، تیپی میشه اینجا. اگر این کندل میرسید به اینجا معامله من باز میکرد و تیپی میزد، ولی من نمیام اینو بگیرم بچه حواستون باشه، نمیام اینو بگیرم و اینا پول بک های دوم و سوم محسوب میشه. شما اولین پول بکی که بعد از اون بریک ایجاد میشه رو باید بگیرید. یه دونه دیگه هم بگیریم و خدافظی کنیم. خب همونطوری که میبینید اینجا ما یک روند خیلی قوی داریم، اینجاها هیچ اوپن کلوزی نیافتاده کنار هم دیگه، اینجا یه دونه افتاده که این نرسیده، همینطوری داره وارد یک چنل میشه دیگه، به سمت بالا داره میره. من چیکار میکنم؟ وای میستم اون داستانی که میخوام اتفاق بیفته. یک اوپن کلوز کنار هم افتاده، یک بریک قوی داشتیم برگشته بهش. آیا من میتونم اینو ریسک کنم؟ نه. گفتیم 2 الا 4 کندل قوی، تک کندلی رو پس نمیتونیم بگیریم. دوباره میره اینجا، یک اوپن کلوز کنار هم افتاده، یک بریک داشتیم ما اینجا، یک بریک خوب داشتیم، 2 تا کندل هم هست، شرایطمون برقراره. پس من میام چیکار میکنم؟ این اوپن کلوز میگیرم، میگم در برگشت من شما رو ریسک میکنم، اینجا میشه ریسک ما. حالا کدوم کندل اینو بریک کرده؟ این کندل هم بریک کرده بچه ها. 2 مدل میشه اینجا شما طرز فکر داشته باشید. اگر همین کندل در نظر بگیرید شما اینجا استاپ خوردید، ولی این کندل هم خب بریک کرده این اوپن کلوزو، پس من میام زیر این کندل در نظر میگیرم. تیپی من 2 بود دیگه، اینم تیپی من. خب اینجا معامله من اومده اسل خورده، میبینید که البته 1 به 1 رو به شما داده بعد اسل خورده. یه چیزی هم بچه بهتون بگم، جایی که مارکت 1 به 1 رو به شما میده شما حق اسل خوردن دیگه ندارید، حداقل باید ریسک فری کنید داستانو. و در جفت این شرایط من اینجا استاپ میخوردم. حالا فدای سرتون، هیچ مسئله ای نیست، استاپ همیشه جزئی از بازیه بچه ها، حواستون به این داستان باشه. من اینجا یک ریزش خوب دارم،
دوباره یک ریزش دارم، دوتایی اوپن کلوز مناسبی ندارم فعلا هیچی من اینجا نمیبینم. بذارید من یه دونه دیگه اگر پیدا کنم. خب اینجا میبینیم که مارکت تریدینگ رنج شده، یک بریک خوب داشتیم ما اینجا. هرچند بچه این درست نیست. چرا؟ چون ما توی تریدینگ رنج هستیم. ولی فقط میخوام بهتون بگم که استراتژی قویه. با دو کندل قوی اینو شکوندم، برگشتم به همون، استاپ هم میشه اینجا، تی پی هم میشه اینجا، 2-1. ولی چون داخل تریدینگ رنج هستیم نمیگیریم، ترجیحاً ما جاهایی رو میگیریم که مارکت در روند باشه. مثل اینجا نگاه کنید، مثل اینجا الان خیلی قشنگ من واسه کندل اینو شکوندم، منتظر پول بکش میمونم که این پول بکیه که اینجا داده، استاپ هم زیر اون کندلیه که شکسته و تیپیم 2-1. همونطوری که میبینید نگاه کنید بچه ها 1.96 یعنی نزدیک 2 بوده و برگشته. یعنی شما اینجا حق سل خوردن ندارید، حواستون به این داستان باشه. حتما پیج یوتیوب ما رو فالو داشته باشید. من سعی میکنم تمام استراتژیایی که حالا خودم استفاده میکنم و برایندش سود دستش رو باهاتون به اشتراک بذارم که استفاده کنید و در فارکس تجربه خوبی داشته باشید. بریم نتیجه معامله خودم ببینیم الان. خب همونطوری که میبینید بچه‌ها من معامله‌ام ریسک فری نخورده و $710 فعلا تو سوده، نزدیک تی پی هم هستش. امیدوارم استفاده کرده باشید. فعلا